برادر همه پیشت رو نگاه کن. رو نکنم چی؟ از خدا بترس. ابره شد میگی نکردمش. برادر چی میگی؟ اگر خطایی از ما باشه ما بخشش میپرسم، اما از تو شو. گوش کن من ترا گفتم برو پس باری کار خودت چه؟ آرام شو، آرامانه بعد صحبت عصبانیم غن نتمیگم برو. برادر ابره با تو گفته بودم که آرام شو. در سر هر یک زور زوری هست. با تو گفتم که در سر هر یک زور زوری هست. در سر ما و تو هم زور هست. در بالا هست. هیچگاه تکبری مکن برادر. آرام شو. خداوند نگهبانت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کلی بینندگان شبکه صدای امید و با کلی نفرانی که الحال ما رو تماشا کرده ایستادن، امروز با این برادر شهرام بود انشاءالله با نزدیکی نامش یوسف می شود. با این برادر یک تکبرانه رفتار انسان ها رو به نوار گرفتیم، بدون اینکه در سر هر یک زور هست. یعنی که خداوند از همه ما و شما زورتر است. باید که ما همیشه فقیر باشیم، فقیرانه رفتار کنیم که یک برادر به حق ما گپ نیاورد و گپ زند. بازم خداوند نگهبانتون باشد. در شبکه برادرمون ابونه شوین. شواتیوب لایک مونه و подписаться کنید. فکرای خودتون حتما در گیجو کامنتاریا نویسید دوستان عزیز. تا ویدیوی آینده خودتون احتیاط کنید.